در طول واقعا این چند سالی که دارم سنگ تراشی انجام میدم فکر کنم فقط یکی دو بار سنگ شکوندم، ولی الان واسه این کاری که در حال ساختش هستم تا حالا 2 تا سنگ گارنت تراش دادم، به مرحله آخر رسوندم و اومدم روش وصل بکنم. یه بار که اصلا کامل همین الان کار تموم شده بود، سنگم روی کار بود و موقع پولیش نهایی کار افتاد شکست. و یه بارم که همینجوری سنگو تازه داشتم امتحان میکردم، اونم نگین شده تراش خورده کامل افتاد شکست. حالا هیچی، من که تسلیم نمیشم. بریم که نگین بعدی هم واسه این کار تراش بدیم. الماس سبز ایران پیش میره که خب نباید این کارو بکنم، ولی توی اینجا من میدونم اشتباه خودمه. چیزی که اشتباه منه رو انقدر پیش میرم تا بتونم درستش کنم. نگین به یه اندازه خیلی زیادی قراره کوچیک باشه، نگین رو به اصطلاح داپ میکنیم، میایم سر یه قطعه، حالا یا چوبیه یا فلزیه. من از فلز برنج استفاده میکنم. نم از نگین بعدی که واسه این کار آماده شد. بریم که سوارش کنیم. آره خلاصه شما اول صدتو بذار، اگه نشد بعدم بیا بگو که جهان هستی نخواست و نمیشه و این صحبت ها. این که این کار جدیده، این کار قبلیه رو از تو زنجیر در بیارم، اینو بندازم. یعنی یه کار ظریف و خوشگل، یه ترکیبی از نقره و فلزی که به کار رفته، نقره و برنج هستش. سنگش هم که گارنت سبز ایران، الماس سبز ایران. بتونیم توی تمام مراحل زندگی همینطور باشین، پر از انرژی باشین، پیش برید محکم در مسیرتون.